ساکنان سرفراز ناحیه شغنانی ولایت مختار کوهستان بدخشان در فاصله کوتاه تاریخ با همت بلند سازندگی و فرهنگ پروری و انسان دوستی و تحملگرایی به دستاوردهای بی‌نظیر نائل گردیده این گوشه تاجیکستان در ظرف 30 سال صاحب استقلالی مملکت به یک مکان رشد یافته تبدیل گردید. در برابر با استفاده دادن یک قطار انشاءات خرد و بزرگ در ناحیه عین زمانی است کارهای سازندگی و بنیادکاری ادامه تازه کسب نموده بنیاد بیش از 25 انشاءات دیگر به نقشه گرفته شده است. در اساس دستور و هدایت‌های رهبرت عالی مملکت در مدت کوتاه در جماعت‌های دهات ناحیه شغنان بنیاد بناهای معموری جماعت‌های دهات ناحیه به نقشه گرفته شده الکی کارهای از نفسازی و بنیادکاری در جماعت‌های دهات نوآباد و میرزاجان شیرینجانov با مرام رفته ایستاده است. در اساس قرار حکومت جمهوری توستان از 31 اکتبر سال 2018 تحت رقم 510 نقشه چهاربین‌ها به تصویب رسانده شده 11 انشاءات اهمیت اجتماعی اقتصادی داشته ناحیه شغنان به آن شامل کرده شد و خوشبختانه به حالت کنونی از 11 انشاءات به نقشه گرفته شده الکی 10 انشاءات مورد استفاده بری قرار داده شده تنها یک انشاءات با مقصد پره مبلغ گذاری نگردیدن به سالهای من بعد به نقشه گرفته شد. در اساس نقشه چهاربیناهای حکومت جمهوری توستان ساختمان بناهای معموری جماعت‌های دهات ناحیه شغنان به نقشه گرفته شده خوشبختانه از سال 2019 ساختمان جماعت دهات به نام غریبشو شهبازov مورد استفاده بری قرار داده شد. سال 2020 بنای معموری جماعت دهات سوچان مورد استفاده قرار داده شد و امروز ساختمان بنای معموری جماعت دهات نوآباد ناحیه شغنان با مبلغ گذاری متمرکز مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان ساختمان با مرام ادامه یافته ایستاده است. اینچنین بنای معموری جماعت دهات به نام میرزاجان شیرینجانov نیز با جلب مبلغ‌های غیر بودجتی تعمیر از نوسازی آن ادامه دارد و در عرفه تجلیل جشن 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری توستان مورد استفاده بری قرار داده می شود. با مقصد بهتر نمودن نیکوحوالی مردم و صحتی عامه در جماعت‌های دور و نزدیک دهات ناحیه شغنان بنیاد بیمارخانه مرکزی و بنگاه‌های طبی با مبلغ گذاری حکومت مرکزی و شریکان رشد جریان دارد. ساختمان بنگاه طبی دهه چوخکندیز جماعت دهات میرزاجان شیرینجانov ناحیه شغنان با دستگیری شریکان رشد با مبلغ خرجناموی 780 میلیون سومانی ادامه داشته الکی 80% کارها با جلب 15 نفر متخصصان محلی به انجام رسانده شده است. ساختمان چنین بنگاه طبی همزمان در دهه آق محمد جماعت دهات ونقله نیز با صورت ادامه دارد. به ضمن این بنیاد چنین بنگاه طبی در دهه پتاب جماعت دهات سوچان ناحیه شغنان است با مبلغ گذاری شریکان همکار جریان داشته نیت است که در عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت. بناهای مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی ناحیه به نقشه گرفته شده است و امروز خوشبختانه با مرام ادامه یافته ایستاده است. با مبلغ گذاری شریکان رشد امروز در جماعت دهات سوچان در دهه پتاب مرکز سلامتی ساختمان با مرام ادامه دارد و در روزهای نزدیک یعنی در روزهای تجلیل جشن 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری توستان مورد بهره برداری قرار داده می شود. همزمان در جماعت دهات شیرینجانov در دهه چوخکندیز بنگاه سلامتی با جلب مبلغ‌های شریکان رشد ادامه دارد و این بنگاه نیز در عرفه تجلیل جشن مورد استفاده بری قرار داده می شود. طبق نقشه چهاربینی‌ها برای جلب نسل نورس به ساحه ورزش و ترغیب طرز حیات سالم میان جوانان و نورسان در ناحیه شغنان ساختمان میدانچه‌های ورزشی و تالار ورزشی نیز به راه مانده شده است که کار در انشاءات ورزشی با سطح و صفت بلند ادامه دارد. ساختمان 6 میدانچه ورزشی و یک تالار ورزشی نیز به نقشه گرفته شده با مرام ادامه یافته ایستاده‌اند. از جمله 2 میدان ورزشی در
مرکز ماموری نوع شغنون شهرک وحدت که یکی توسط اجنسی اوخون اوید به مکان زیست با ارزش 1.5 میلیون سومونی، دیگری با مبلغ گذاری فدراسیون فوتبال جمهوری ترکستان با ارزش 500,000 سومونی با مرام ادامه یافته شدند و در عرفه تجلیل جشن مورد استفاده بری قرار داده می شوند. اینچنین در جماعت دهات نواباد نوع شغنان در نزد مکتب تحصیلات امگونی رقم 28 دهه نواباد تالار ورزشی با مرام ادامه دارد و چنین تالارها در دهه دهبسته جماعت دهات نواباد، در دهه دشتک که جماعت دهات سوچون و در دیگر دهه ها نیز چنین میدانچه های ورزشی با مرام ادامه دارند و در عرفه تجلیل جشن مورد استفاده بری قرار داده می شوند. با تلاش‌های خسته‌ناپذیر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در آینده نزدیک در جماعت‌های دوردست ناحیه بنیاد مؤسسه‌های معاصر تعلیمی، مهمانخانه‌های معاصر برای قبول مهمانان، مرکزهای سودا، طربخانه‌ها و دیگر اینفراستراکچور در نظر است که به نیکوحوالی مردم نگرانیده شده است.